امیدوار هستم که بعد از این 3 روز باز هم تمدید بکنن یا آتش بس را و آتش بس عمومی اعلان بکنن تا اون که مردم مظلوم ما بتوانند در یک فضای آرام و امنیت و مملو از خوشی زندگی بکنن و امیدوار هستم از همه شهروندان که اتفاق و وحدت داشته باشند. از اعلان آتش بس 3 روزه از سوی گروه طالبان و دولت افغانستان ما استقبال میکنیم به صفت یک شهروند و آرزو داریم که اینمی آتش بس 3 روزه گروه طالبان ادامه پیدا بکنه و در پی از مذاکرات بین الافغانی آغاز بشه تا ما بتونیم که به یک صلح و ثبات دائمی در کشور دست پیدا بکنیم و از بیشتر مردم ما آواره و بدبخت نشوند. تا صلح نشه خود ما آبادی نمیتونه کردن، زندگی کرده نمیتونه، شرایط باید و زندگی خود ما مساعد باشه. تا وقتی که جنگ باشه افغانستان زیر فشار است، زیر فقر است، زیر بدبختی است، ناتوانی است. از دولت ما خواهشمنده، از طالبان خواهشمنده، بس دیگه تا کی زیر احسان کشورهای همسایه باشه. امروز ما شما میبینه که مردم افغانستان به خاطر کوچکترین چیز محتاج یک همسایه. خود مردم ملت افغانستان ارزش ندارد. از آتش بس 3 روزه‌ای که رهبری گروه طالبان برای افراد خود هدایت داده که برای 3 روز آتش بس باشه، ما به عنوان شهروند افغان از این حمایت میکنیم و استقبال میکنیم در این حال و از این کار را در حقیقت آغاز یا پیش زمینه گفتگوهای آینده برای صلح، برای امنیت سرتاسری در کشور می‌دانیم و امیدوار هستیم که طالبان با این کاری که برای فعلا انجام داده یا مثلا به تعبیر دیگه ابتکاری که به دست گرفته در قسمت صلح در افغانستان، امیدوار هستیم که بتونه این را بست و توسعه بده. این آتش بس پر آرامه او امنیت خدای پاک برقرار وساتي خدای دې سراسري صلح راولي چې دا چې کامیاب وسو. سلام علیکم بخیر خدای پاک یمانار تاسو دې مبارک خدای پاک دې موږ تاسو دا توفیق راکړي. سلام جناب قماندان صاحب میشه برای ما بگین که چه احساس دارین امیاله که با آغوش کشیدن دوستا برادرها؟ خداوندی روز بسیار خوشحالی است برای تمام مردم افغانستان، برای تمام ملت افغانستان. روزی است که از اینکه در روز خوشحالی دیگه در طول 40 سالی که گذشته بود، در طول 40 سال هم یک روز خوشحالی نامده بود. شکر است که همین پروسه صلح در بین ما و برادرای آزرده خاطری که بود، همین صلح امروز با واقعیتش پیوست. یعنی ما شما نعره تکبیر که همین اکنون چی احساس دارین و در کجا هستین؟ چی احساس دارین؟ ولایت فاریاب هستیم. بسیار از زیاد احساس دارم که از خوشحالی گفته نمیتونم که با برادرای مسلمان خود همسنگر خود جای به جای ایستاد هستیم. بسیار خوشحال هستیم. تشکر. ما خودتان بگین چه احساس دارین همین اکنون؟ ما بسیار خوش هستیم، بسیار خوش شدیم.